دوستان خوش اومدیم به پارت 5 ماینکرافت سروایول. تو این بخش حالا ما میخوایم بریم به روستایی سری بزنیم، بعد بریم معدن. خب حالا بریم به روستایی سری بزنیم. اول بریم، میگم اینجا چیز بزنیم، نرده خوب نیست. آره میگم نرده بزنیم اینجا بهتر میشه. نرده رو بزنیم اینجا، یا یعنی باید میزدم یادم رفت بزنم. تو پارت قبلی میخواستم بزنم یادم رفت. بریم نرده بزنیم، تموم شد. دوستان این هاردکور نیست، اشتباه نکنین، این شیدر اینجور نشون میده. حالا شیدرش نمیخوام عوض کنم، زیاد شیدر خوبی نیست. خب اینم از این تمام، برشون خوبشون نداره، عالی. آره یه دونم فاصله اینجا باشه خوبه. حالا بریم روستا دیگه، اینو بندازیم. آره عالی شد. همونجوری تو پارت قبلی گفتم باید بریم تو روستا. دون هست، دون چغندر هست. الان ما فقط یعنی سیب زمین نداریم، گندم داریم، چغندر داریم، هویزم داریم، فقط سیب زمین نداریم. حالا اونم پیدا میکنیم. تو پارت قبلی گفتم که تو روستا به نظرم چغندر باشه، یعنی گفتم سیب زمینی هست و سیب زمین نبود. اینا رو هم بکنیم، اینا هم برداریم بزنیم کنار خونمون، زیبایی باشه. چیز علاچه گندم چیه. خب حالا اول این دونا رو بکاریم. بعد اینم الان میریم معدن، یه دونمون اینم اینجا بزنیم. اوکی حالا بریم چغندر رو بکاریم. چغندر هم این طرف، یعنی فقط الان یه دونه زمین خالی موندونم چه مال سیب زمینی چه سیب زمینی هم نداریم. حالا ما به اینجا یه تزیینی هم میدیم، اینطوری نمونه. اینجا اینطوری نمیمونه، یه تزیینی بشه. این هم بخوریم که تمام بشه. خب حالا این چمنه رو برداریم بزنیم اینجا، فرشا رو این هم بزنیم اینجا، همونجور که گفتم. این هم بزنیم اینجا، مثلا این سه تا از این اینجا میشه. آره 4 تا فرنس چوبی، 4 تا فرنس معمولی، وسطش میدون از این فرنس. این هم از دکمه در. اینا رو هم بکنیم. یه زغالا اینجا مونده، بعد اینجا زغالا رو کندیم بریم واسه معدن. میخوام اینجا فول آیرنشم، کلی آیرن به دست بیاریم. 2 روش از واسه آیرن، یکی اینجا بریم تو غار، یکی هم که فکرم تو ارتفاع 15 و داره. خیلی وقت باز نکردم، میگم تو ارتفاع 15 بکنیم همجور زمین رو اونجوری پیدا کنیم. حالا اول فعلا میگیم غار ببینیم، حالا شاید بعدم بریم زیر زمین ارتفاع 15 بکنیم. حالا اول فعلا بریم غار. اینجا رو میگم بکنیم. این طرف کلا ما میخوام طویله کنم واسه گوسفند و مرغ و گاو و خوک. 4 تا اینجا هم طویله میشه، بکنیم فعلا. الان بیلم شکست. بعد الان چرا این کار نمیکنم؟ چون میخوام برم آهن بیارم. بعدا حالا اینجا رو کلا میکنیم واسه طویله. این پشت خونم تپه است آقا، کلا برمیداریم اینا رو. خب گندوانا ببریم بزنیم که کنار خونمون. اول بریم بخوابیم. اینم بندازیم اینجا، خیلی توقیه. گذاشتیم. خب
اینا رو برداریم، جندومه رو ببریم بکاریم، یعنی بزنیم بکاریم. سودی دادم بابا. خلاص این بلاچ جندومه میبریم بکاریم اونجا. اینم بذاریم اینجا چون میریم معدن، از دستشون ندیم، اگه مردیم از دستشون نره. خب حالا بریم اول این بلاک جندومه رو بزنیم اینجا. زیبایی هم هست. پس تزیین دل خونمون، تزیین مپ آریم. خب 4 دارم اینجا بزنیم بریم واسه معدن. ببینیم این دور برای غار هست. اول بریم تو غار. میخوام برم تو غار با این روش پیدا کنم. یه دونه غار پیدا کردیم. بریم تو یه دونه چراغ بزنیم تو غار. چی میدم لازم نیست، چیزی نیست. نه بزنیم حالی چیزی نیست. اینجا بهشون بریم. بریم غار دیگه پیدا کنیم. یه دونه هم غار پیدا کردیم. زغال هم مثلا باید زغال ها رو برش کن. حوصله کندنش ندارم چون میخوام برم فعلا دنبال آهن. این چوبارم برداریم. چوب نداریم لازم میشه واسه چراغ برم. اینجا ما پاشید این طرف شدیم. چوی بریم بلشون بس. اوف یا غار بدجور خطرناک پیدا کردیم. ای ولی اولین آیرن پیدا کردیم. اولین آیرن پیدا شد. چی اوف اینا رو ببین. اسکلتون ها خدای توق میداریم ما. با تیر خودش میمیره. وایسا با تیر خودش بکشمش. اینم بهتره چه بریم اینجا این زنزان. نمیخوام که برم واسه دایموند برای آهن. خب بریم اون آهنم برداریم. حالا اینم از این کنارم هست. اینم برداریم. خب یه پایین هست. اینم برداریم بعد که بریم ببینیم چند تا یه نه دو تا اینم برداریم که بریم. این اسکلت هم برداریم. استخونه واسه سگ لازم میشه. خب حالا این کار رو ببینید چطوریه. اینجا ما رو همین ارتا 15 بچنیم بریم جلو. اینجا غار رو ولش کن. غار نتونستیم درست حسابشو پیدا کنیم. آیرن اول کاری آیرن تو ارتفاع 15 هم میگردی. مثلا کمی میگردی میکنی مثلا یک بار آیرن در میاد بعد کلی میکنی در نمیاد. حالا میکنی ولی در میاد بعدش. همینجوری میکنی تا با آیرن برسی. بازم آیرن. بابا من چندم اینجوری تو فاصله 15 بلکه نه اینجوری تون میاد جلومون. خدایی چه سفیدی داره موج میزن. سفیدی داره موج میزنه. اوکی اینا رو برداریم. این چند تا الان داریم. اینا بگم فرنست بزنیم. فعلا اینا بپزن. بذاریم اینا بپزن بعد ببینیم چی میشه. خب حالا چه هم بکنیم. این نوع بلاک هستن به نظر من تا الان کلی مثلا اینجور چندم خیلی ماینکرافت پلی دادم. به نظرم توی الان بلاک بودا بلاک های سفید الان بلاک بودا پشتمون میکندیم.
تو اون بلاچ آیرن پیدا نمیشه به نظرم. یه هم پیدا بشم کم پیدا میشه، پیدا نمیشه بیشتر. مثلا این نو بلاک سن ایول یه دونم پیدا کردیم. به بابا سفیدی داره موج میزنه. سرم بکن ببینیم که نیست. نه نیست. خب حالا بریم ببینیم اینا پختن. اول زره درست کنیم که فول آیرن میشه. اول کلاه بسازیم، بعدی زره، بعد شلوار، بدون هم چمش. اوکی. به آرمارمون فول آهن شد. فول آرمار فول آهن شد. حالا میگم این بار از این طرف بکنیم. ولی الان خیلی پیدا کردیم. آخه من میکندم قبلا، ولی با این روش میکندم پیدا میکردم، ولی اینقدر دیگه نه. خب بکنیم. بازم پیدا شد. بابا هم پیدا میکردم ولی اینقدر دیگه نه. یعنی نمیدونم چه دلیلی داره خیلی پیدا میکنیم الان. تو فاصله 15 میکرد چیز، تو ارتفاع 15 میکندم پیدا میکردم، ولی اینقدر نه. یه بارم این طرف بگردیم اینجا دوتایی بکنیم به مصر رسیدیم. غار قبلیه. برش مصر بکنیم. نه بایی نمیشه. چند بایی نمیشه. بریم کلنج آهنی درست کنیم بیایم. حالا بعدم میکنیم. فعلا بریم به نظرم چیز کنیم. میگم بکنیم همینجوری. بعدم میگم بریم و هم پیدا کنیم. بعد میکنیم. دوستان سابسکرایب یادتون نره. به من انرژی بدین. با این کارتون به من انرژی میدین. بهتر کلیپ میسازم، بهتر ادیت میزنم، بیشتر کلیپ میزنم. خب الان جو فول آهن شدیم. فول کلنجام من پلان آهنی. خب حالا بریم چه دنبال آهنه. اینجا من چطور ندیدم. حالا بالاخره الان دیدمش. موقع چندر من اینجا ندیده بودم. حالا بریم اینم بکنیم. دیگه بریم به نظرم. نه از این زینم بکنیم. بریم یکی دو تمالا پیدا کنیم جا بریم. خب بریم یکم هم بکنیم. کم بریم. ایول یه دونم سفیدی داره موج میزنه. سفید. بازم پیدا کردیم. شانسو ببین خدایی. بابا این قدرم که من پیدا نمی کردم به خدا قبلا. خب دوست کم بازم پیدا کردیم. خدایی سفیدی رو ببین موج میزنه. با بنازم خیلی پیدا کردیم. خب دوستان اینجا ویدیو داره به پایان میرسه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. منتظر پارت بعدی باشین. تو پارت بعدی حالا دور برقرار میخوایم بکنیم. خدا نگهدار.